عادت است که همساله بخشیده به تنتنه‌های جشن نوروز بین‌المللی در جمهوری تاجیکستان آزمون جمهوری گل‌ها و سیر گل لاله برگزار می‌گردد. هدف از راه‌اندازی آن بلند برداشتن سطح دانش و معرفت، فرهنگ و جهانبینی، بیدار نمودن ذوق زیبایی پرستی در ذهن هر یک ساکن کشور، آباد و زیبا نمودن هر یک خانه، کوچه، محل، دهات، ناحیه، شهر و ولایت و جمهوری میباشد. با این مقصد الکی در پایتخت کشور شهر دوشنبه آمادگی‌ها شروع شدند و در این زمینه یک قطار کارها سامان یافتند. بنا به اطلاع روبرایت رئیست استفاده‌بری راه‌های نویه اسماعیل سامانی در این زمینه الکی در خیابان‌های مرکزی شهر پیازک‌های گل لاله را شنانیدند که تعداد آنها نسبت به سال گذشته قریب یک برابر زیاد است. امروزها رئیست استفاده‌بری راه‌های حکومت نویه اسماعیل سامانی با قرار سپارش‌های دستگاه اجرایی حکومت شهر دوشنبه با شناندن گل‌های لاله راجع به استقبال جشن‌های در پیش رفته و آزمون سیر گل لاله با شناندن گل‌های لاله در کوچه و خیابان‌های حدود ناحیه مشغولند. ما تا امروز زیاده از 168,000 گل‌های لاله شناندیم و شناندن با وسعت ادامه دارد. ما سال گذشته در مجموع 155,000 شنونده بودیم. امسال ما در نقشه داریم که تا آخر موسم گلشنانی گل لاله شناندن گل لاله زیاده از 200,000 در کوچه و خیابان‌های حدود ناحیه ما شنونیم. کارهای آمادگی به خاطر آزمون جمهوری گل‌ها سر گل لاله در دیگر ناحیه‌های پایتخت نیز با مرام ادامه دارد. مسئولین ریاست استفاده‌بری راه‌های ناحیه سینا نیز جهت در سطح بلند برگزار نمودن جشن گل‌ها آمادگی می‌بینند. بنا به اطلاع شنانیدن پیازک‌های گل لاله الکی در قسمت‌های مرکزی ناحیه موافق دورنما پورا به اتمام رسیده در بعضی منطقه‌های دیگر ادامه دارد. نقشه ما در این سال 89,000 بیخ پیازک گل لاله می باشد. ما در اصل 129,000 دانه تا همین وقت شناندیم و کار ادامه دارد. ما کوشش می نماییم که برای زیبا و آراسته و پیراسته نمودن کوچه ها سهم خود را گذاریم. با شنانیدن بیش از 218,000 پیازک گل لاله در خیابان و گلگشت‌های ناحیه، ریاست استفاده‌بری راه‌های ناحیه شومنصور هم موفق است. بنا به گفته مسئولان، اشتراک در آزمون سال گذشته و مقام سزاوار گرفتن ناحیه در سمت پرورش و نگاهبینی گل‌ها باعث الهام کارمندان گردیده است. همین بود که امسال مسئولین تلاش کردند شماره گل‌ها را زیاد نمایند و در آباد و زیبایی دوشنبه سهمگذار باشند. رئیس استفاده‌بری راه‌های ناحیه شومنصور فعالیت خود را در اساس دستور و سپارش‌های مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه اینچنین در اساس دستور و سپارش‌های مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه شومنصور به راه مانده بهر اجرای قرار رئیس شهر دوشنبه از 8 می سال 2019 تحت رقم 279 قسم 1 اوید سریوقت نمودن ساحه‌های اقتصادیات و اجتماعیات آماده بودند در دوره تیرماه زمستانی سال‌های 2019-2020 یک قطار کارهای کبودیزارکنی آبادانی را به راه مانده است. از جمله از طرف رئیس استفاده‌بری راه‌های ناحیه شومنصور در حدود ناحیه شنانیدن گل‌های موسمی چنین پیازک‌های تخمی گل‌های لاله که 160,000 در اساس نقشه به نقشه گرفته شده و تا حال به مقدار 218,000 عدد گل‌های لاله در حدود ناحیه شومنصور مخصوصا در کوچه‌های پروتکلی شناده و پرورش نگاهبین کرده می‌شوند. اگرچه در این موسم الکی نقشه شنانیدن گل لاله در ناحیه انجام یافته است، اما درک زیبایی پرستی و مسئولیت بلند کارمندان است که تا حال پرورش و نگاهبینی گل لاله در گرمخانه‌ها با رعایت قاعده‌های آگروتکنیکی به راه مانده شده است. بنا به اطلاع منبع تاکنون در حدود ناحیه 3,164,040 عدد گل موسمی و بسیار ساله شنانیده شده است که این نسبت به همین دوره سال گذشته زیاد می باشد.